سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد بوری زور زوری بوی رهنا گل عشق بری رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در یک شنبه بازار رودسر. امروز 27 خرداد ماه و ساعت حدود 11 صبح. پارسال ولاگی از این بازار در هوای نیمه بارانی گرفتیم که بسیار خلوت بود. تصمیم گرفتیم مجدد ولاگی در روز آفتابی و البته بهاری برای شما عزیزان ضبط کنیم. بازار رودسر در نزدیکی مرکز شهر رودسر یعنی شهرداری و در کنار کمربندی و میدان امام رضا برگزار میشه و از صبح تا غروب برقراره. بخش محصولات محلی که بیشتر توسط زنان زحمتکش روستایی عرضه میشه مهم و قابل توجه این بازاره. سایر محصولات مثل میوه و تره‌بار پوشاک هم به فروش میرسه. شهر رودسر مرکز شهرستان رودسر که در همسایگی شهرهای کلاچای، حملش و شلمان و در 70 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت قرار داره. دسترسی این شهر به دریا باعث شده که ماهیگیری و فروش ماهی در این شهر رونق داشته باشه. شغل اکثر مردم این شهر کشاورزیه. محصولاتی مثل برنج، مرکبات، فندق، حبوبات گلگازوان و غیره هم از محصولات مهم این شهر محسوب میشه. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر بازار هفتگی، بازار محلی ماهی فروشان، ساحل دریا، پل تاریخی تمیجان، مناطق زیبای سموش، سفیداب، اشکبرات رودسر، آبشار میلاش رو نام برد. نام قدیم رودسر حوسم بوده. قبلا بلاگ زیادی از جاهای دیدنی این شهر رو در کانال قرار دادیم. بلاگ‌هایی مثل قدم زدن در باران، قدم زدن در شهر رودسر در باران، گردش در مناطق اشکبرات، رانندگی در جاده‌های مختلف این شهر که لینک پلیلیست مربوط به این شهر رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدیم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای ایران رو براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
نه پاکشه بسیر دیگه پاکشه بسیر نه خود شکلات با خوص هرداب داشتم شکلات همه نخورد استانبولی 20 تومن آقایان برنگ دل نکن بغلی نه ادب کار بازه باید بیا استانبولی ممنون. در حد تماسه دست بزنید
بله مطمئن باش. این هر روز جمع کوچیک آننده چرا؟ این کوچیکا؟ خانم این کوچیکا دیدی؟ این یه گلونی یه زیرک رو دادیم بدیر بگم سیبایی کنم هدی هم چرا تو با همون نرسی کنه هر چیز شیرین چند بوده؟ دیگه اینه بود. ببین تک تک کار کنم ما. حالا همین چیزی بیاری بودم موقع. باشه از اینم بگیر از همینم بگیر. نه آقا. حتی راحتی هم. زانی 20 پشتی و 15 حاله آه کارتمان نکنید کارتمان این نوع 3 میلیون رو پول داشت
از نام Kaptan kalın var. درباره اصل آقا اصل
تازه بهاره گلن بهاره ندک تومن سبزینی پیاز برای جوری بار برده چرا جلسه آور بود خیلی خیلی از این نبود پول از پول هفتاد نه مزه باشه چرا بگیم چاییه میگم خالش خالش فقط یه طرف شاسی هر کی شیم گلوده برای این ماشینه نه کردن با یه ذره پلیسه این چنده؟ بله